Hello everybody. What's up? به خودم قبل از این اتفاقات، یعنی قبل از اینکه ریکورد قبل از این دکمه رو بزنم همه چی توی ذهنم بود. وقتی این دکمه رو میزنم همه چی از توی ذهنم میپره. بچه خیلی کار دارم برای انجام دادن. دیگه جوام براتون میگه که بهتون فعلا باید برم یه سری خرید انجام بدم، چون که واقعا عطی دارم هر روز زیاد. ولی خب دیگه خسته شدم. یعنی چی؟ شنبه با بچه‌ها بریم باشگاه و شروع شد. این دفعه میخوام تو تاش برم و هیچی از بازم. خلاصه که آره، و از اونجایی که خیلی ولک میخواستید و ولک دوست داشتید که بذارم توی چنل، منم این کار انجام میدم. بچه یادم رفت، اجازه بدید. Hello, this is Lauren and welcome to my YouTube channel. اتاق به شدت به هم ریخته است. یعنی این چیه بابا؟ اجازه بدین. این چیپس اونجا میبینید جدی؟ اون کفشه به خودش تمیزه ها. We have to fix this. Like seriously, واقعا we have to fix this. بچه دارم میرم دنبال تیزی خانم که بریم پیش هارمونی. جواب نمیدونم. Open the door. Hello. Nope. داره میاد. سلام. What's up to him? What's up? دایمون آهنگ میزنی؟ خب بهتون بگم من از کی فهمیدم باید واقعا مسئولیت پذیر باشم تو زندگی. وقتی بچه بودم تو خیابون مخابرات، اونایی که میدونن کافه‌ای وجود نداشت و یک کلاس نقاشی بود. بطری‌های شیشه‌ای رو پرت می‌کردم تو دیوار، خورد به ماشین اون خانومی که تو کلاس نقاشی صاحبش بود و اینا. خانومی زنگ زد به پلیس و من نگفتم کار من بود. از اونجا فهمیدم باید مسئولیت کارمو بپذیرم. اگر یک ویدیو یه رانو واسه شما بذاری من بازم دارم تلاشم میکنم. میشه من یه دست خودم ببینم؟ سلام. چرا مردم ندست. احساس بدی دارم چون که نوبم توی برک گرفتم. اصلا منو نشون دادی سلام کنم به بچه ها. اصلا فیلم بگیرید خب. از شاهینشهر مثلا هیچ جا نیست. ولاگ ما برین نبود. اینجا رو میبینید که 2 قدم دیگه به سیجا تموم شد. این چه طرز فیلم برداریه؟ گربه نره. بابا گربه نره یه شخصیت کارتونی. که نره؟ نه چون نر بود. به سلام بشون سنس آف هیومر عجیبی داری. نه گربه همه بگیم من بچه‌شو مثلا میخرم بگی گربه نره دیسته گربه نره. خب چون نره دیگه. این چیه تو حسن میگه که چاپینگ ژامپون دوست داره؟ همین الان اینا بهم گفتن چون من پول تو حسابم نیست و فعلا یوتیوب پولمو نزده، بهم گفتن که آره پول ندادی. منم رفتم کارت مامانمو بیارم ولی بعدش فهمیدم که کار اشتباهی کردم. باشه میدونید چی گفتیم بهش؟ گفتیم نمیخواد بری پول بیاری. بچه‌ها خوب هستین بچه ها. تتو همو دیدین؟ من اگه بخوام تتومو نشون بدم باید لباسمو در بیارم. بچه‌ها نمیدونن پشتش نقشه زندان تتو کرده بره. دیگه شما چقدر بامزه‌ای.
اینقدر بامزه شما چرا رفتید به جای مثلا راهنمای جوان چیزی هندونه ازم چیز که ازم درخواست کرد و من گفتم سرم شلوغه. چقدر زیر چشام داره نور بالا میزنه. مثلا میخوام چیز کنم، میخوام داد بزنم سرشون، ولی خب میگم چون دوست دارم. چقدر تو سفیدی، خوشگله. خیلی سفیده. چه جور جنوبی هستی که انقدر سفیدی؟ اتفاقا همه جنوبی سفیده. من جنوبی هیچ استدلالی وجود نداره. داداش من سیاهم. آفتاب بوده، تو از تخت پا میشی میری تو دستشویی، میری تو تخت. من کار زیادی کنم. چیکار کنی؟ کار میکنم. کار. تولید محتوا. تولید محتوا. یک مخالف پوشم سیاه دیگه رنگم نزن. چجوری I look racist but I'm not. شما مذهب بخوام بابت کیفیت خیلی عالی که داریم. ما فرد الان ساعت چنده؟ ساعت 2 تقریبا. ما فردا ساعت 9 صبح باشیم بریم باشگاه. خب هممون خب خیلی تجربه زیاد دیدیم برای باشگاه این چیزا داشتیم میزنیم 9 سال زحمت کشیدم که بگی تجربه ندارم. من گفتم تجربه زیاده. توی این راه همراه ما باشید. تو این راه همراه ما باشید. تو اون راه همراه ما باشید. خب تو کار من همیشه نمیخوام تلویزیون باشم باشم بگید که شما اینجوری میدید باشگاه؟ بچه من نه کدوم باشگاه؟ صبح نمیخوام. خواهیم چی صبحونه بخوریم قبل از اینکه خانم میذارم این ویدیو رو نمیریم باشگاه بچه باشگاه کنسل شد یعنی خب به زودی دوباره برنامه‌مونو چون واقعا زرمه هوا جهنمه اونقدر که گرمه رو اعصابم تاثیر داره، گشتگی رو اعصابم تاثیر داره. دقیقا همین بود. فاصله خیلی کم بود. من در قفل کردم. باید تو هم باشی، ما زشتیم، تو هم باید تو زشتیم باشی. شما زشت نیست. آهنگ جوری صورت هم. بده بخونم چرا؟ من سوالم اینه چرا اصلا کاری به تکس و معنی و ادبیات هوای فردا دود آبی زرد ساری خردل و این همون نجاسات گربه هی از همون غذا خواسته ما یکم غذا بشتیم بعد الان دیگه خودش دست بکش دیگه الان مستقل شد. الان مستقل شد ببینید مثل گربه باشی مگه داریم میریم خونه یه پیتاینا راست بدم اینجا که بریم کلاس زبان یه بوجی رو بهشون معرفی کن She's بوجی everybody Okay, leave me alone Sayonara. But everybody is gonna know, but it's okay, huh? What do you think? I think I'm a potato. چون که واقعا الان پوتیتو هم میبینی؟ I don't know what she's even talking about. She's dumb. Believe the What are you doing, پیتر توی خونه آدم هست. بچه من بالاخره اومدم خونه و اجازه بدید یک لحظه. اولین کاری که رسیدم خونه این بود که همونجا که میگه ماما بشورم چون که واقعا اون حجم از ژل و تافت توی موهام حتی باید سری شسته بشه و حالا نمیشه you how to fix this واقعا خشک درسته؟ بچه بخاطر که بتونم از موهام مراقبت کنم از ایشون استفاده میکنم و ایشون واقعا خیلی خوبه یعنی دقیقا زمانی که شما میزنی به موهات
کاملا موها رو نرم میکنه و خیلی راحت تر از قبل میتونی شونه بکنی. بخاطر همین من از این استفاده میکنم و یه لحظه صبر کنید موهامو درست کنم، چون که واقعا دوست دارید بقیه ویدیو رو اینجوری ببینیم. Be honest with me.